حتما بلند بودن حرارت به همه اون نفرانی که روزه میگیرن ضرر میرسوند و قابل اون که اون مقدار مبادله ماده‌ای که در معیار در ارگانیسم میگذرد در حرارت بلند نادرست میشود، نامعتدل میشود و اون نفرانی که خصوصا در صحرا کار میکنن، در بیرون کار میکنن، در زیر شعاع آفتاب کار میکنن، با آنها توصیه داده میشود که هر چیز کمتر زیر نورهای آفتاب باشند، هر چیز زیادتر در جایهای سایه باشند، پناهگاه جویان که اینقدر وای نشد. حدثی بنده نیست و پروردگار خودش وای میکنه. قوت قدرت میتیه و وابسته با همون انسان خود شد. انسانی که در هیچ جا کار نمیکنه، این سویت هم میگرده و نمیخواه مای شریف رمضان گرفتنش. با فکر ما کمتر میگیرن. در این حسابی گرمی خیلی گرفتن نمیتونه خیلیش.